بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى و بعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت در مورد یک گناه بزرگ دیگری صحبت خواهیم کرد که او عبارت است از قسم دروغ. اگر فراموش نکرده باشید ما قبلا در یک قسمت دیگری در مورد شهادت و گواهی دروغ صحبت کرده بودیم. دروغ یک گناه است، گناه بزرگ است که در موردش بعدا صحبت خواهیم کرد. شهادت دروغ، گواهی دادن به دروغ، این گناه بزرگ دیگری است و قسم خوردن به دروغ گناه بزرگ دیگری است. قسم خوردن به دروغ، قسم میخوره طرف در مورد یک قضیه اما میداند که حقیقت برعکس آن است. انسانی که روی دروغ قسم میخورد در حقیقت مرتکب گناه بزرگ شده است. اما قسم روی یک موضوع راست و روی راستی، روی حقیقت، این مطلوب شرعی است، گناهی نیست. اما قسم به دروغ که انسان بداند که این حرفی که میزند غلط است باز هم روی حرفش قسم میخورد، این انسان در حقیقت مرتکب گناه بزرگ شده است. الله متعال در این مورد میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعیدهای پیاپی و خیلی خطرناک و هر کدامشان خطرناکتر از وعید بعدی برای کسانی که قسم دروغ میخورند. الله متعال میفرماید: ان الذين یقینا کسانی که یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، میخرند با عهد و پیمان دادن نام الله و ایمانهم و با قسمهایشان به نام الله. چرا میخرند؟ ثمنا قلیلا، متاع اندک را، پول اندک را، به خاطر یک چیز بسیار بی ارزش. اگر به خاطر کل دنیا هم انسان قسم دروغ بخورد در حقیقت به یک چیز بی ارزش قسم خورده است و مرتکب چنین گناه بزرگ شده و وعیدهای متعددی را به خود دعوت داده است. به نام الله عهد و پیمان می کند و به نام الله قسم یاد می کند به دروغ تا چیزی به دست بیارد از دنیا. او پول است، او زمین است، او خانه است، هر چیزی که باشه متاع قلیل است. کل دنیا متاع قلیل است وقتی که باعث شود ما به جهنم برویم. خب اینهایی که با قسمهایشان متاع اندک دنیا را میخرند، آخرت را میفروشند، جزای اینها چیست؟ الله متعال میفرماید: اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة، در آخرت هیچ سهمی بر اینها نیست، هیچ سهمی از نعمت، از بهشت، از خوبی ها بر اینها نیست. یک جزا. خب دیگه چی می شود؟ ولا یکلمهم الله، الله با اینها حرف نمی زند. یکی از عذابهای سخت در روز قیامت برای بعض انسان ها این است که الله با آنها حرف نمی زند. واقعا حرف نزدن الله عذاب است. ما در این دنیا با خود فکر بکنیم، کسی را دوست داشته باشیم، یک وقت او را ناراحت بسازیم، برابر از پدر باشد، مادر باشد، همسر باشد، برادر باشد، خواهر باشد، دوست باشد، استاد باشد، همسایه باشد، از نزدیکان کسی باشد، او را دوست داریم اما یک وقتی او را ناراحت بسازیم و او از حرف زدن با ما انکار کند، با ما حرف نزند، یک روز، دو روز، 3 روز،
چقدر عذاب وجدان میکشیم، چقدر ناراحت میشویم که پدرم با من حرف نمیزند، مادرم با من حرف نمیزند، برادرم، خواهرم، فلان دوستم من را ترک میکنن، با من حرف نمیزنند. این یک نوع عذاب است در روز قیامت برای کسانی که الله متعال با آنها حرف نمیزند. دیگه ولا ينظر الیهم یوم القیامه، الله به سوی آنها نمی بیند، نظر رحمت بر آنها نمی افکند. در همین دنیا وقتی که ما میبینیم یک دوست ما از ما ناراض شوه و اعراض بکنه، وقتی که با او روبرو شویم ببینیم رویش را آن طرف میگردانه و تیر میشوه، سلام نمیکنه، به سوی ما نظری نمیاندازه، ناراحت میشیم. در روز قیامت الله متعال این گونه بعضی ها را عذاب میدهد و سوی آنها نمیبیند. ولا یزکیهم، آنها را پاک هم نمی کند. ولهم عذاب علیم، برای این چنین انسان هایی که با وعده هایشان و با قسم های دروغشان مال متاع اندک دنیا را میخرند، برای اینها عذاب دردناک را آماده کرده است. امام واحدی رحمه الله، یکی از مفسرین، یکی از علمای تفسیر، میفرمایند که این آیت در مورد دو مرد نازل شد. و دو مرد مشکلشان چی بود؟ روی یک چیزی دعوا داشتن. کسی مال کسی را گرفته بود، یا مالی او گم شده بود و دیگری یافته بود و گرفته بود نمیداد. آمد این کسی که مالش را گم کرده بود، آمد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. حالا اون مال شتر بود، گاوی بود، گوسفند بود یا چیز دیگه بود، در روایت ذکر نمی شود، فقط چیزی گم شده. مدعی آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، فلان مال ما را فلان شخص گرفته است و نمیدهد. او شخص آمد، مدعا علیه، کسی که بر علیه او ادعا شده بود آمد، کسی که نزد او مال بود آمد. مدعا علیه گفت نه خیر ای رسول الله، هیچ چیزی نزد من نیست، او مال از خودم است، اگر باور نداری من میخوام قسم بخورم. قسم بد دروغ میخورد. پس این آیت نازل شد، الله متعال او را بیم داد که از قسم دروغ، از قسم ناحق بترس که این وعیدها را با خود در پی دارد. وقتی که این آیت را شنید، از قسم ناحق و از قسم دروغ خوردن منصرف شد و این مال را به صاحبش برگرداند و اقرار و اعتراف کرد که بله این مال من نیست و از این شخص است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر می‌فرمایند که من حلف علی یمین و هو فیها فاجر، کسی که قسم می‌خورد در یک چیزی و می‌داند که او قسم به ناحق دارد می‌خورد، بر حق نیست در او قضیه که قسم می‌خورد. به خاطر چه قسم می‌خورد؟ لیقتطع بها مال امرئ مسلم، قسم به خاطر می‌خورد که یک چیزی از مال او را گرفته، یا می‌خواهد که یک مال او را با قسم دروغش بگیره و از خود بکنه و تصاحب بکنه. کسی که قسم می‌خورد تا مال یک کسی را بگیره، قسم دروغ، قسم به ناحق، لقی الله تعالی و هو علیه غضبان. در روز قیامت این انسان وقتی که با پروردگار روبرو می شود، با الله روبرو می شود، الله بالای این انسان خشمگین و غضب می باشد. از ابو امامه رضی الله عنه روایت است که میگوید ما نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند، مثل همان روایت قبلی، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد اوجب الله له النار و حرم علیه الجنه. وعید خیلی خطرناک است. کسی میخواهد
مال یک مسلمان را با قسم دروغ تصاحب کند و از خود کند. فقط اوجب الله له النار. الله برای چنین انسانی که با قسم دروغ میخواهد مال انسان دیگری را بگیرد، الله برای او آتش و جهنم را آماده کرده است و حرم علیه الجنه و جنت را بر او حرام گردانیده است. یک مردی بلند شد و گفت ای رسول الله و این کان یسیرا، اگر یک چیزی عادی هم باشه، بسیار چیزی کم ارزش باشه، به خاطر اون انسان قسم خورده باشه که او را از خود کنه، باز هم الله او را جهنم را برای او آماده میکنه و بهشت را بر او حرام میگردونه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن و این کان قضبا من اراک، ولو یک چوب از درخت اراک که یک درخت بی ارزشه که در دشت ها و صحراها میروید، ولو یک چوب از اراک باشد، از درخت اراک باشد که یک چیزی بی ارزش بی اهمیت، ولو یک چوب هم که باشه، الله متعال به خاطر قسم دروغ او را چنین عذاب سخت میدهد. از ابوذر رضی الله عنه روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه، سه انسان و یا سه گروه افرادی هستند که الله متعال در روز قیامت با آنها حرف نمیزند و آنها را پاک نمی کند و لهم عذاب علیم، برای آنها عذاب دردناک است. ابوذر رضی الله عنه میگوید که خابوا و خسروا یا رسول الله من هم، آنها تباه شدند، هلاک شدند، زیانکار شدند، آنها خساره کردند. کی هستند آن بیچاره ها، آن بدبخت ها کی ها هستند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. یکی مسبل است، کسی که پاچه های ایزارش را، پاچه های شلوارش را از تکبر پایین می اندازد، پایین قوزی پا. دوم المنان، کسی که منت میگذارد، به یک انسان احسانی میکند، نیکی میکند، در یک امر او را کمک میکند، خیری به او میرساند یا صدقی به او میدهد، پولی به او میدهد، الله متعال با چنین انسان باز در هر جا که دید او را میگوید من به تو فلان کردم و فلان کردم، منت میگذارد بر او. این انسان انسان سوم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فروشنده‌ای که مالش را با قسم دروغ میفروشد. الله متعال با چنین انسان‌های حرف نمیزند و به سوی آنها نمیبیند و برای آنها عذاب دردناک را نیز آماده کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که بزرگترین گناهان کبیره را برای شما بیان نکنم؟ صحابه فرمودند بله ای رسول الله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که شرک است، نافرمانی والدین است، نافرمانی پدر و مادر است، قتل ناحق است و الیمین الغموس و قسم دروغ است. در ردیف شرک، در ردیف نافرمانی والدین، در ردیف قتل نفس و قتل ناحق با عنوان گناه بزرگ، قسم دروغ و قسم ناحق را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شمردند. اینجا جا دارد که به یک نکته دیگه نیز اشاره بکنیم وقتی که بحث از قسم است. اولا انسان باید قسم نخورد مگر در حالاتی که نیاز هست. مجبور است که باید قسم بخورد ورنه چاره‌ای ندارد. باز ببیند که آیا به حق قسم میخورد یا به ناحق. اگر قسمی به دروغ است که بزرگترین گناهی است از گناهان بزرگ است، عذاب دردناکی را دارد، نباید قسم دروغ بخورد. ولو کل دنیا علیه او شوند، ولو از پول بزرگ محروم شود، اما نباید به خاطر پول
به خاطر چیزهای دنیا عذاب آخرت را بخرد، نباید قسم بخورد. اما وقتی که میبیند که بر حق است در قضیه، اما جانب مقابل به ناحق قبول نمی کند، پس این انسان مجبور است قسم بخورد تا از حق خود دفاع بکند یا از حق یک مسلمان دیگری دفاع بکند. وقتی که مجبور شد که باید قسم بخورد، پس قسم راست بخورد، با دروغ قسم نخورد، روی حقیقت، روی حق خود که حق مسلم او باشد، روی او قسم بخورد. قسم به چی؟ قسم به نامهای الله متعال. فقط قسم به نامهای الله متعال، به اسما و صفات الله متعال. الله متعال نامهای زیادی دارد، به هر کدامش که قسم میخورد میتواند. قسم باید به الله خورده شود، نه به غیر الله. چون همان گونه که قسم دروغ، قسم ناحق گناه است، اگر ما در قضیه بر حق هستیم میخوایم قسم بخوریم، باید قسم به نام الله بخوریم، نه به غیر الله. اگر به غیر الله، به غیر نام الله قسم خوردیم، به مخلوقات قسم خوردیم، به ملائکه قسم خوردیم، به انبیا قسم خوردیم، به کعبه قسم خوردیم، به ملائکه قسم خوردیم، به آسمان و زمین قسم خوردیم، به آب قسم خوردیم، به قبر قسم خوردیم، اینجا ما داریم مرتکب یک گناه بزرگ دیگری میشویم. قسم باید تنها به نام الله خورده شود. از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله ینهاکم ان تحلفوا بآبائکم. یقینا الله متعال شما را منع میکند اینکه به پدرانتان قسم بخورید. امروز خیلی ها به سر مادرت قسم میخوره و به شیر مادر قسم میخوره، اینها مرتکب گناه بزرگ میشوند. الله منع میکند که شما به پدرانتان قسم بخورید، چون یکی از عادات مشرکین البته این بوده که به آبا، به پدرانشان قسم میخوردن. فمن حلف فلیحلف بالله او لیصمت. اگر کسی میخواد قسم بخورد و مجبور است که قسم بخورد، پس باید به نام الله قسم بخورد یا سکوت اختیار بکند. در روایت دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل می شود که میفرمایند: لا تحلفوا بالطواغی ولا بآبائکم. ای مسلمانان، شما به طواغی، به طاغوت ها، به طاغیه ها، به بت ها، طواغی جمع طاغیه به معنای بت ها، به بت ها قسم نخورید. ولا بآبائکم، به پدرانتان هم قسم نخورید. نه به پدر نه به مادر، بلکه اگر نیاز است که قسم بخورید، باید به نام الله متعال قسم بخورید. در روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من حلف بالامانه فلیس منا. کسی که به امانت قسم میخورد. امانت یا امانت داری یک صفت خوب است، یک فعل خوب است. هر مسلمان باید امین باشد، اما کسی به امانت قسم بخورد، این جایز نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: کسی که به امانت قسم میخورد فلیس منا، و از جمله ما نیست، و از جمله ما نیست. پس کسی که قسم میخورد در وقت ضرورت، این چیزها را باید دقت بکند. اول اینکه قسم بر حق میخورد یا خیر. اگر دروغ بود، قسم به دروغ بود، مرتکب گناه بزرگی شده است. اگر در آن قضیه صادق است و بر حق است، قسم میخورد، باید به نام الله قسم بخورد. اگر به غیر الله قسم خورد، به هر مخلوق دیگری قسم خورد، اینجا مرتکب گناه بزرگ دیگری شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من حلف فقال فی حلفه واللات والعزى فلیقل لا اله الا الله. کسی که قسم خورد و در هنگام قسم خوردن بلات و عزا قسم خورد که از بت‌های معروف مشرکین بود، فلیقل لا اله الا الله،
فوراً باید کلمه بخواند تا کفاره همان گناه شود که به لات و عزی قسم خورده است. امروز متاسفانه خیلی از مسلمانان بخصوص خانم ها در این مورد تقصیر دارند، کوتاهی دارند، قسم میخورند، گاه به رزق قسم میخورند، گاه به نان قسم میخورند، به غذا قسم میخورند، به آب قسم میخورند، به پیر و قبر و فلان قسم میخورند، یا به سر مادر و من نمیفهمم به شیر مادر قسم خوردن به غیر الله جایز نیست. گناه از گناهان بزرگی است. الله متعال همه ما شما را توفیق بدهد که هیچ وقت قسم دروغ نخوریم و اگر وقت نیاز پیدا میکنیم و مجبور هستیم که قسم بخوریم تا حق خود را به دست بیاریم، اینجا باید قسم به نام الله بخوریم، نه به مخلوق دیگری، چون قسم خوردن به مخلوق برابر است که او مخلوق ملائکه باشد، او مخلوق پیامبران باشد، امامان و اولیا باشند، پدر و مادر باشد، شیر مادر و سر مادر باشد، هر مخلوق و هر چیزی که باشد غیر از الله قسم خوردن جایز نیست و نباید قسم بخوریم. الله متعال همه شما را توفیق و هدایت نصیب بکند. تا قسمت بعدی که با گناه بزرگ دیگر خدمتتان برمیگردم، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله